خلق تاجیک از قدیم جشن و مراسم و عنعنه‌های زیادی داشت و میان تمام جشن و مراسم و عنعنه‌های خلق تاجیک محبوب ترینش این نوروز است که امروز علاکه نوروز جهانی شده است. شماره نوبتی نمایش ما با روزهای تجلیل نوروزی بین المللی رسم می‌آید و شماره نوبتی آزمون تلویزیونی به پیش است. منظور شما. چون همیشه نفرانی که خواهش سنجیدن دانش، ظرافت، حاضر جوابی و قابلیت خود را دارند در آزمون ما شرکت می‌ورزند و البته با جواب دادن به سوال‌هایی که به آنها پیشنهاد می‌گردد با یکی از زینه‌های نمایش ما می‌رسند و حتما نفری که به غالبیت مشرف می‌شود روان می‌شود به یکی از کورس‌های آموزشی مرکز تعلیمی قلم و در مرکز تعلیمی قلم می‌تواند که یکی از کورس‌ها را رایگان آموزد. چون همیشه ما ببینیم که 4 نفر آماده سنجیدن دانش خود هستند و من آنها را به خانه‌های اول دعوت می‌کنم. مرحمت جای خود را اشغال کنید. در نوبت اول چون دیگر نمایش ها ما می‌خواستیم که دایر به اشتراکچیان نمایش امروز معلومات گیریم، یعنی کی هستند، در کجا تحصیل میکنند. از طرف دست راست من زحل هستند. همین خیلی نه زحل طبق امتیاز به نمایش ما آمدن، یعنی در نمایش گذشته فعالیت خوب نشان دادن از میان مخلصان و ما زحل رو دعوت کردیم به نمایش امروز. مرحمت. من احتمزاده زحل، خواننده صنف دهی ای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 شهر ترسونزاده می باشم. باز چی معلوم میدید زحل درباره خود؟ با چی کار مشغول میشوید؟ چی رو دوست می‌دارید؟ کدام فن رو بیشتر میپسندید؟ من بسیارتر به فن‌های تاریخ و حقوق شوق زیاد دارم. یعنی معلوم است که شاید در آینده حقوق شناس میشوید. بله. بسیار خوب. مرحمت. من مصطفی قدردین، خواننده صنف 11 گیمنازیای رقم 9 به نام نظامی گنجوی شهر دوشنبه می باشم. خب چی شما رو به نمایش آورد؟ من بسیار در تلویزیون نمایش های شما رو تماشا کرده شوق و رغبت خود را شوق و رغبتم زیاد شد و خواستم که در نمایشتان اشتراک نمایم. من مرادزاده زیورما دانشجوی کورس یکی کالج آموزگاری خصوصیت مخصوص تحصیل میکنم و بیشتر به فن‌های تاریخ، ادبیات، زبان شوق زیاد دارم. در کدام اختصاص تحصیل میکنید؟ اختصاصی من انگلیسی و روسی می باشد. یعنی شما میبعد آموزگاری فنی زبان‌های روسی و انگلیسی میشوید؟ بله. بسیار خوب. من سفر فایب جان، خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 60 شهر دوشنبه باشم. بیشتر به فن‌های گومانیتری شوق زیاد دارم. در وقت خالیگی هم بیشتر به ورزش مشغول میشوم. کدام نوع ورزش؟ فوتبال. نمایش امروز ما نمایش مخصوص است. یعنی نوبت شما در نمایش راست آمد که شما در نمایش شرکت می‌کنید که آن تنها با جشن و مراسم، با تقویم‌ها، با سالنامه‌ها، با نوروز بخشیده می‌شود. یعنی اگر در دیگر نمایش‌ها ما موضوع معین نداشتیم، پس در این نمایش ما علاقه برای شما موضوع معین داریم و این به شما خیلی اگر در دوره این موضوع تصورات خوب داشته باشید به شما خیلی آسان هم میافتد. از قاعده نمایش ما آگاهی دارید. من تکرار نمی کنم، فقط به شما میگویم که در زینه که شما قرار دارید ما سوال پیشنهاد میکنیم با وریانت ها، یعنی هر یک وریانت یک رنگ رو افاده میکند. پس از آن که من سوال رو به شما پیشنهاد کردم، هر یک جواب به رنگ موافق است، یعنی جواب اول رنگی کبود، جواب دوم رنگی سبز، جواب سوم رنگی زرد و جواب چهارم رنگی سرخ. شما وریانت موافق رو برای خود انتخاب کرده رفته در همون رنگ چیکار میکنید؟ میستید و پس از اینکه شما جای خود رو گرفتید ما رنگی یعنی جواب موافق رو در میگرونیم، رنگی جواب موافق رو در میگرونیم، پس معلوم شود که جواب درستی سوال کدام است. فهم است همین چیز؟ توجه کردیم. آغاز میکنیم با سوال اولی دور اول. ما گفتیم که موضوع نمایش امروزه ما اکثرا در باب نوروز است. من 4 عنعنه نوروزی رو نمبر میکنم، 4 سنت و عنعنه نوروزی رو نمبر میکنم. چهارشنبه سوری، گلگردانی، سمنک پزی و خانه براران. یعنی
رنگی کبود چهارشنبه سوری، رنگی سبز گلگردانی، رنگی زرد سمنکپزی و رنگی سرخ خانه‌براران. 10 ثانیه فکر کنید و رفته جای خود را اشغال کنید. در کدام آیین نوروزی کودکان شعرهای بهاری خوانده به خانه ها می روند، تمنیاتی نیک می کنند و در عوضش تحفه ها می گیرند؟ چهارشنبه سوری، گلگردانی، سمنکپزی و خانه‌براران. 10 ثانیه وقت فکر میکنید. وقت به انجام رسید. چهارشنبه سوری رنگی کبود، گلگردانی رنگی سبز، سمنکپزی رنگی زرد و خانه‌براران رنگی سرخ. همه در یک رنگ استودید. برای چی قدر دیدین؟ و فکر من و کودکان گلگردانی کرده به خانه های آدمان می روند و آدمان به آنها تحفه به مانند تحفه یگان قند یگان چیز دیگر می دهند. در دیگر آیین‌هایی که نامبر کردیم تحفه نمیدهند. در سمنکپزی شاید شاید در سمنکپزی. سمنک ولی جواب شما همین است. گلگردانی. مرحبا، جواب درست. شما با این سوال جواب درست گردانید و اگر با سوال این بعد هم جواب درست گردانید پس شما الکی هر چهار شما امکان پیدا میکنید که به دوره دوم گذارید. مرحبا به جای خود. ما شما خوب میدانیم که نوروز بغیر از آن که آیین‌های خیلی زیادی دارد، همزمان یک آیین نوروزی است که پختن خوراک‌های نوروزی. همین خیلی است. خوراک‌های نوروزی رو خوب میدونید. اگر خوب دانید من حاضر 4 خوراک نوروزی رو نامبر میکنم و موافق انمون رنگ رفته باز با جواب درستی که از نگاه شما است میستید. دلده، شوربا، نام خوراک ها هستند، مستوبه و قروتوب. خوب، دلده رنگی کبود، شوربا رنگی سبز، مستوبه رنگی زرد و قروتوب رنگی سرخ. 10 ثانیه فکر کنید و با جواب موافق رفته ایستید. کدام از این خوراک ها با قطار خوراک های نوروزی داخل می شود؟ دلده، شوربا، مستوبه، قروتوب. اول 10 ثانیه فکر کنید. دلده رنگی کبود، شوربا رنگی سبز، مستوبه رنگی زرد و قروتوب رنگی سرخ. وقت به انجام رسید. مرحمت جای خود را اشغال کنید. یگان نفر نجنبید. زیوربانو برای چی؟ دلده این خوراک قدیمی است، سنتی است، چون که با ما معلوم است هنگامی که ما 7 سین و 7 شین می آراییم البته در روی دسترخوان 7 سین و 7 شین خوراک دلده نیست موجود است. یعنی بندشه شما در نوروز شوربا نمیپزند؟ نه نمیپز عموما میپزند اما شوربا اما با قطاری خوراک‌های نوروزی داخل نمیشود. همین خیلی خوب. به هر حال این وینیت شما است، وینیت هر کدام شما از جای نجوم بیده. جواب هر چهار شما درست است. چون هر چهاری شما الکی با دو سوال جواب درست گردانیدید، ما با شما وقت رو دیگر دراز نمیکنیم و الکی هر چهار شما امکان پیدا کردید که با دوری دویم گذارید. مرحمت گذارید. در این دور با شما سوال پیشنهاد میکنیم و همزمان 20 ثانیه وقت امکان دارید فکر کنید و بعد به سوالی ما جواب گردانید. زحل دایر به نوروز شعرهای زیاد میدونید؟ بله، کم بیش میدونید. من حاضر یک بیت مشهور رو میخونم. بیت مشهور شما گویید که همین بیت با کی تعلق دارد. خب بیت خیلی مشهور است درباره نوروز. زحل شاعر میگوید که چو آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و آب. 20 ثانیه وقت. بیت از کی باشد؟ چو آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و آب. چو آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و آب. این بیت از یکی از شاعران مشهور کلاسیکی است. زحل از کی باشد؟
با اجازه کی بیشتر همین نزدیکی میکند؟ چو آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و آب. مرمت زوال جواب شما؟ وای ابوعلی ابن سینا باشد. سینا. بله. سینا درباره نوروز یگان چی گفتگی است به اندیشه شما؟ نه نگفته است ولی ابوعلی ابن سینا درباره همون ستاره ها سیاره ها کار کرده. یعنی شما از این جهت گفتید که ابوعلی سینا درباره جنهای آسمانی ها، درباره کائنات، درباره یا بار دیگر فکر کنید. چو آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و آب. با وزن چی بیشتر پیشم مانند است؟ شاید آخران وریانت شما فردوسی. فردوسی. برای چی فردوسی سینا نه؟ جواب شما فردوسی. فردوسی قبول کنم. فردوسی. ما جواب شما رو قبول کردم. چو آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و آب. شما در اول واقعا درست گفته بودید که ابوعلی ابن سینا نفری است که نه تنها به طب و به ادبیات بلکه به ستاره شناسی نیز میل داشت. بیت زیرین که چو آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر و آیین آب، این وزن متقارب مسمن مقصور است که وزن شاهنامه فردوسی است. جواب شما درست است. مرحبا. قدردین بیشتر کدام فنها رو می‌آموزید شما؟ فنهای گومانیتاری، تاریخ، حقوق و زبان ادبیات شوقی به اندازه دارم. در وقت خالگی چی کار میکنید؟ در وقت خالگی با ورزش مشغول میشوم. کدام نوع ورزش؟ با بوکس. با بوکس. خیلی خوب. متاسفانه امروز درباره ورزش قریب که ممکن که شاید سوال نداشته باشیم، خصوصا درباره بوکس. درباره نوروز معلومات زیاد دارید؟ کم و بیش دارم. جهانشناسی نوروز، پیدایش نوروز، درباره آیین‌های نوروزی. قدردین با شما 20 ثانیه مهلت. قرار سه اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد درباره همچون روزی بین المللی جشن گرفتن نوروز کی قبول گردید؟ 20 ثانیه وقت. کدام سال یا ماهش هم گوید ما قبول میکنیم. قرار سه اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد درباره همچون روزی بین المللی جشن گرفتن نوروز کی قبول گردید؟ یعنی کدام سال یا کدام ماه؟ 20 مارس باشه. وقت به انجام رسید. شما میتوانید که حتی تنها سال رو نمبر کنید و حتی میتونید اگر که دانید دقیق ماه و سال رو اگر نمبر کنید باز بهتر. یعنی که با قرار اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد نوروز همچون جشن بین المللی چیکار کرده می شود؟ جشن جهانی گرفته می شود. و قدردین شما گویید که همین قرار کی قبول شد؟ از 2010. از 2010. وریانت شما کدام سال؟ 2011. 2011. 10 گفتید. 11 یا 10؟ 11. 11. با یکی از قرارهای سه اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد نوروز من بعد همچون جشن بین المللی قبول می‌گردد و این قرار ماه فوریه سال 2010 قبول شد. شما درست گفتید ولی در نوبت دیگر علاقه سال رو عوض کردید. خوب بکنید. زیور بانو چی شما را به پیشه آموزگاری آورد؟ هنگامی که من خردسال بودم معلم ها به جای خود مرا در جایشان میماندند. بعضی وقتها به طلبگان درس میدادم، به طلبگان صنف های میانه. از همین سبب از همون خردسالی معلمگی را دوست می داشتم. با صنعت هم نیز به نهایت شوق زیاد داشتم. میخواستم که صنعتکار نیز شوم. با کدام نوع صنعت؟ سرودخوانی و رقص. من با شما باز یک بیت خیلی مشهور پیشنهاد میکنم. شما 20 ثانیه فکر کنید و گویید که بیت مالکی است و یا درستش از یکی از غزل‌های کدام ادیب است. توجه کردیم.
زیکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ارمدت خواهی چراغ دل برافروزی. بسیار وقت می توانید فکر کنید و اگر دانید می توانید که فوراً گویید. زیکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ارمدت خواهی چراغ دل برافروزی. از کی باشد؟ خیلی بیت مشهور است، خیلی به غزلی مشهوری نوروزی است. وقت به انجام رسید. کدام شاعران رو میپسندید؟ بیشتر شعرهای عبدالرحمن جامی، خب باز از فردوسی، خب باز استاد خودم توکل یعقوبزاد که با نوشتن شعرها مشغول است. خب. شعرهای او را میپسندم و میخونم. خوب. زیکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ارمدت خواهی چراغ دل برافروزی. این بیت با کدام از ادیبان تعلق دارد به فکر شما؟ عبدالرحمن جامی. جامی. برای که شما جامی رو میپسندید یا که شما با همین بیت با همین غزل باری بخورده اید؟ اون نخوردید. یکی از غزل‌های مشهور نوروزی است که من فکر میکنم که اکثریت آن را میدونند. یک مرتبه فهمیدم. جواب شما عبدالرحمن جامی. جواب آخرین شما حافظ شیرازی. عبدالرحمن جامی نه؟ نه، آخران جوابم حافظ شیرازی. زیکوی یار می آید نسیمی باد نوروزی، از این باد ارمدت خواهی چراغ دل برافروزی. سیوربانو شما در اول گفتید که این بیت با عبدالرحمن جامی تعلق دارد. بودم این خیل از این جواب گشتید. این بیت مشهور از مطلع یکی از غزل‌های واقعا هم شاعر و عارفی مشهور ادبیات کلاسیکی حافظ شیرازی از جواب شما درست است. ایوب جان چی شما رو به نمایش ما آورد؟ من میخوام که در این نمایش یعنی سوال خودم رو در اینجا سنجم. ما حاضر گفتیم که با قدردانی یک سوال دادیم. سوال بود که در کدام سال اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد نوروز رو جشن بین المللی اعلان کرد. خوب سوال با شما چنین است. ایوب جان فکر کنید و گویید در چندمین سسیه اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد در خصوص همچون روزی بین المللی نوروز جشن گرفتن نوروز قرار قبول شد. بسیار وقت یعنی رقمی همین سسیه کدام سسیه چندم بود؟ 50 بود، 70 بود، 56 بود، نمیدونم 60 چندم بود. در یک از همین سسیه های اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد نوروز جشن بین المللی اعلان گردید. وقت به انجام رسید. ایوب جان سال 2010 قدرین 2011 گفتن، اول 10 گفتن بعد به 11 قرار دادن. در سسیه 64 اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد نوروز جشن بین المللی اعلان گردید. این به معلومات شما. می بعد این رو فراموش نمیکنید و ما با قسمت سوال هایی که در دور سیم است میگذاریم با زحل. زحل در این دور سوال ها وریانت دارند. شما می توانید که فکر کنید و با سوالی ما جواب دهید. شما درباره ماه‌های سال آفتابی سال شمسی و باره دیگر اون ماه‌ها را همچون در تاریخ‌نامه استفاده می‌برند. شما خبر دارید؟ با شما 30 ثانیه وقت فکر کنید و گویید از 21 اپریل تا 21 می سال میلادی با کدام ماه سال شمسی راست می آید؟ سنبله، اسد، جوزا، ثور. 30 ثانیه وقت. سنبله، اسد، جوزا، ثور از 21 اپریل تا 21 می سال شماری میلادی با کدام ماه این سال شماری راست می آید؟ اندیشه شما. سنبله، اسد، جوزا و ثور. ثور می باشه. از وقت استفاده نمیبرید. حالا شما یک وقت داشتید. خوب من قطع کردم وقت رو. اندیشه شما؟ ثور است جواب. انیق. بله. برای چی سنبله، اسد، جوزا؟ شما تخمین میدارید که وقت اینو در کدام ایام درست می آید؟
بله کم و بیش کم و بیش. برای جواب شما یک بار دیگه سوال سنبوله از 21 اپریل تا 21 می با کدام ماه سالی آفتابی یعنی سال شماری آفتابی و شمسی راست میاد؟ سنبوله، اسد، جوزا، سور. جوزا می باشه جوزا می باشد. بله سور نه. خوب. سنبوله، اسد، جوزا، سور وارنت آخرین شما. جوزا خوب. از 21 اپریل تا 21 می سال میلادی با کدام از این ماه راست میآید؟ اسد و جوزا اینها در فصل تابستان راست میآیند و جواب درست اینجا سور بود. قدردین سوال با شما در دوره دوم سوال دشوار نیست و به هر حال شما در این دور امکان دارید که از گروهتان نیست مدد پرسید با شما یاردم کنم. دایر به عنعنه‌های نوروزی معلومات دارید. 20 ثانیه فکر کنید و گویید از روی اعتقاد به جای سنگچه در بعضی محل‌ها چی را برای در تگیدگ نچسبیدن سمنک می‌اندازند؟ 20 ثانیه وقت. از روی اعتقاد به جای سنگچه در بعضی محل‌ها چی را برای در تگیدگ نچسبیدن سمنک می‌اندازند؟ چی باشد؟ به فکر من چهارمغز. الکی شما جواب بدید. برای شما چهارمغز. چهارمغز. دیگر چی نه؟ از کجا فهمیدید؟ یا شما شاهد بودید؟ شاهد نبودم. از مادرم یک بار یک خیلی وقت میگفتن. میپختن مادرتان؟ سمنک میپختن یا سالی که گذشته پخته بودن. چهارمغز انداخته بودن؟ نه سنگ انداخته بودن. سنگ انداخته بودن. شما چهارمغز گفتید. وریانت درستی من چهارمغز. چهارمغز. ما برای شما رو قبول کنم. قبول. نادرست باشد چی؟ و افتاده نمیشه. در بعضی محل‌ها برای نچسبیدن سمنک از روی اعتقاد سنگچه میپرتویند در تگیدگ و چون وقتی که میکوبن معلوم میشود. ولی در بعضی محل‌ها با جای همین سنگچه میدونید چی میپرتویند؟ چهارمغز. جواب شما درست است. شما رو ما یک قدم پیش دعوت میکنیم. شما امکان دارید که با زحل و زیوربانو برابر شید ولی زیوربانو امکان دارد که از شما یک قدم پیش گذرد در صورتی که با سوال نوبتی ما جواب گرداند. زیوربانو موافق اندیشه محققان و عالمان در زمانهای قدیم پادشاهان نوروز رو در چند روز جشن میگرفتن. حتی در بعضی تا یک ماه، در بعضی سرچ ماه تا 12 روز، در بعضی سرچ ماه تا 3 روز، در بعضیش تا 6 روز. و شما گویید که موافق اندیشه ابوریحان بیرونی روز چندم نوروز را نوروز بزرگ مینامیدند. روزها را نامبر میکنم: 3م، 4م، 5م و 6م. وقت رفت. موافق اندیشه ابوریحان بیرونی روز چندم نوروز را نوروز بزرگ مینامیدند. روز 3م، 4م، 5م و 6م. درباره نوروز بزرگ معلومات دارید؟ نه اونقدر. یعنی جشن کلانترین نوروز در کدام روز بود؟ روز 3م، 4م، 5م یا 6م؟ با فکر من وقت به انجام رسید. مرحمت جواب شما. روز 3م این روز کلانترین یعنی روز بزرگترین جشن نوروز به حساب می رود. خوب. برای چی 4م، 5م، 6م نه؟ جواب شما. روز 3م. دیگر نمیکنید؟ نه. موافق گفته ابوریحان بیرونی هر یک روز وابسته به هر یک طبقه اهالی بود و روزی نوروزی بزرگ روزی بود که اون مردم همه سرجم می اومدن و این روز 6م نوروز بود. و اکنون ایوب جان امکان پیدا میکند که به شما برابر شود. با گفتیم که نمایش امروزی ما با حساب، با موچل، با سالنامه، با مفهوم به اینها وابسته است. با سالنامه توجه دارید ایوب جان؟ بله. یعنی بعضا تاریخ‌نامه میبینید. بله. 20 ثانیه فکر کنید
و همزمان با شما گروه میتواند یاردم کند و گویید در تقویم حساب موچل نام چند جانور ذکر شده است. بسیار وقت. در تقویم حساب موچل نام چند جانور ذکر شده است. جواب جواب میدونند. جواب دارم. جواب دارید. مرا جواب شما 12. 12. کدام جانور ها میدونید؟ موش، گوسفند، خب موش، سگ، سگ، مور، اسب، خوک. یعنی حساب موچل بز. چند جانور رو در بر میگیرد؟ 12. جواب شما درست است. من شما رو دعوت میکنم که با دیگران برابر شوید و یک چهارمیسترگه هم هست میگوید که موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار. این ارزی نوبت است. زین چهار چوب گذشتی نهنگ آید و مار. زان پس به اسب و گوسفند هست حساب، همدونه و مرغ و سگ و خوک آخری کار. این جانورانی هستند که در موچلنامه هستند. هر چهار شما در یک نقطه قرار دارید و من در این دور به شما سوالایی هستند که هر یک سوال وریانت دارد. زحل یک گفته است میگوید که هر کی نوروز جشن کند و به خرمی پیوندد تا نوروز دیگر عمر در شادی و خرمی گذارد. هر کی نوروز جشن کند و به خرمی پیوندد تا نوروز دیگر عمر در شادی و خرمی گذارد. سخن کدام نوروز شناس است؟ وریانت ها خیام، بیرونی، شاهین، نرشخی. 30 ثانیه وقت. هر که نوروز جشن کند و به خرمی پیوندد تا نوروز دیگر عمر در شادی و خرمی گذارد. این سخن به کدام از محققان نوروز تعلق دارد؟ عمر خیام، بیرونی، شاهین و نرشخی. شما میتوانید که از گروه نیز مدد پرسید اگر دانند. میتوانید خودتان جواب گویید. عمر خیام، ابو ریحان بیرونی، شمس الدین شاهین و نرشخی. وقت به انجام رسید. هر کی نوروز جشن کند و به خرمی پیوندد تا نوروز دیگر عمر در شادی و خرمی گذارد. جواب شما؟ عمر خیام. عمر خیام. بله. جواب درست است. من شما رو با زنی دیگر دعوت می‌کنم. قدردین، سوال با شما. دویر به جشنگیری نوروز در منطقه ها شما معلومات دارید؟ مثلا در کدام منطقه چه خیلی جشن میگیرن؟ چون هر منطقه تاجیکستان که طبیعتی تاجیکستان یک خیل نیست، در بعضی منطقه تیزتر، در بعضی منطقه دیرتر بهار میرسد. نوروز نیز بعضی آیین‌های خاصی همون محل را دارد. سوال با شما چنین است: در بدخشان تاجیکستان، در ولایت مختار کوهستان بدخشان، در روز جشن نوروز شاخچه کدام درخت را به دست میگیرند؟ توت، بید، ارچه، بادام. 30 ثانیه وقت. شاخه توت، بید، ارچه، بادام در بدخشان کدام از شاخه این درخت را در روز جشن نوروز به دست میگیرند؟ شما در این سوال حالا امکان پرسیدن از گروه ندارید چون شما اولین سوال است در این دور. شاخه توت، بید، ارچه و بادام وقت به انجام رسید. قدردین. توت، بید، ارچه، بادام. با فکر من بید باشد. با فکر شما بید باشد. توت نه، ارچه نه، بادام نه، بید. بادام شاید از همه پیشتر گل میکند. شاید شاخچه گلی همون رو گیرند گردانند. ولی من گفتم در بدخشان. در بدخشان جای خنک داریم. جواب شما؟ جواب من بید. بید. خب من جواب شما رو قبول کردم. در بدخشان تاجیکستان در روز جشن نوروز شاخه یکی از درختان رو به دست میگیرند. ببینید درخت توت در بدخشان خیلی معمول است.
و توت بدخشان یکی از خوشمزه ترین توت های تاجیکستان است. پس جواب درست بد است. برام قدردین و زحل برابر شدید، ولی زیوربانو باز امکان دارد که به شما برابر شود اگر به سوال من جواب دهد. زیوربانو جشن نوروز رو از زمان قدیم جشن می‌گرفتن، نه؟ از زمان کنونی شاه جمشید. خوب، بسیار خوب. سوال با شما چنین است: تجلیل جشن نوروز به طور رسمی در دوران کدام شاهان شروع شده است؟ پیشدادیان، سلجوقیان، سامانیان، غوریان. 30 ثانیه وقت. یک مرتبه برای دیگر سوال رو. جشن نوروز را از کدام دوره سلاله شاهان جشن میگیرند؟ سلاله پیشدادیان، سلجوقیان، سامانیان و غوریان. تجلیل جشن نوروز از دوران کدام شاهان شروع شده است؟ شما گروه دارید، میتوانید مصلحت کنید. پیشدادیان، سلجوقیان، سامانیان و غوریان. جواب شما. پیشدادیان. کیا بودن پیشدادیان؟ یکی از سلاله هایی که در تاریخ یادداشت شده درباره آنها. جواب شما پیشدادیان. خوب، زیور ما سلاله سامانیان از زمره سلاله های خیلی با نفوذی دولتداری تاجیکان بود. بله. شما گفتید که تجلیل جشن نوروز از زمان شاه جمشید شروع شد و شاه جمشید نماینده سلاله پیشدادیان بود. مرحبا. جواب شما نیست. من نامی 4 ادیب مشهوره که درباره نوروز نوشتن و شما اونا که درباره نوروز نوشتن و شما پیشنهاد میکنم: عمر خیام، ابوریحان بیرونی، نرشخی و نقیب خان طغرل. در اثر کدام از این ادیبانی که من نمبر کردم اوید به پیشگویی نوروز سخن میرود. مثلا میگوید که اگر نوروز در کدام روز آید همون سال چگونه میشه. من مثال میخونم. میگوید که اگر نوروز در سه‌شنبه آید یقین آن سال سر تا سر به آید. شود آن سال پرباران و پربرف، به ارزانی غله میرود حرف. عمر خیام، بیرونی، طغرل و نرشخی. من یک مثال خوندم: اگر نوروز در سه‌شنبه آید یقین آن سال سر تا سر به آید. شود آن سال پرباران و پربرف، به ارزانی غله میرود حرف. عمر خیام، بیرونی، طغرل، نقیب خان طغرل و نرشخی. جواب شما. عمر خیام. عمر خیام پیشگویی کرده بود که اگر نوروز کدام سال آید. نه؟ گروه: عمر خیام، نقیب خان طغرل، بیرونی و نرشخی. نام شما چی؟ پرویز. جواب شما. چون شما میتوانید که هم به خودتان کمک کنید و هم به ایوب جان. و فکر مانی نقیب خان طغرل نباشن. جواب درست است. نرمد. شما امکان پیدا کردید که ایوب جان قدم پیش گذارد. به هر شما یک سوال پیشنهاد میکنم. کسی پیشتر به همین سوال جواب داد دست میبردارد و اگر جوابی این نفر نادرست باشد پس دیگر امکانی به همین سوال جواب گفتن ندارد. یک پاره رو من درباره نوروز میخونم و شما گویید که این مال کسی اول دانست. غالبی همین دور است. اما سبب نام نهادن نوروز آن بوده است که چون بدانستند که آفتاب را 2 دور بود. یکی هر 365 روز ربع از شبانه روز به اول دقیقه حمل باز آید. با کی تعلق دارد؟ اولش را زحل. با عمر خیام تعلق دارد. شما میدانید که با عمر خیام. شما سینا. با عمر خیام. شما میدانید که اگر به همین سوال کسی جواب نادرست داد دیگر امکان جواب گفتن ندارد و کسی اولش را جواب درست گفت
غالبی نمایش غالبی همین دور است و زحل مرحمت. چون اولین شده زحل دست برداشتن و زحل برای خیام اولینش زحل گفتند. زیوربانو کمتر دست رو شما دیر برداشتید. ҳангоми қироат кардани ин порчаҳо ман воқиф шудам ки Умари Хайём инро эҷод кардааст, чунки ӯ Наврӯзномаро худ навишта буд. Аз ҳамин сабаб ман ин китобро мутолиа карда будам, дар бораш маълумот доштам. вале шумо дуруст аст, ман фаҳмидам шумо, вале зуҳал ё таваккал кард ё медонист ки зуҳал дастро пештар бардошт. таваккал кард ё медонистед? намедонистам, не ки медонам ки аммо Умари Хайём ҳамон Наврӯзномаро навиштааст. аз ҳамин сабаб шояд. чун зуҳал ба зинаи охирин расид, мо дар ҳамин ҷо бо шумо, бо Аюбҷону, бо Зеварбону ва бо Қадриддин мо саволҷавобро хотима мебахшем. ман танҳо як савол пешниҳод мекунам. зуҳал, ман ба шумо танҳо як савол пешниҳод мекунам. агар донистед, пас шумо имкон пайдо мекунед ки дар яке аз курсҳои маркази омӯзишии қалам ройгон таҳсил кунед. шумо ба астрономия, ба асторашиносӣ таваҷҷӯҳ доред? бале, дар бораи сайёраҳои низоми офтобӣ медонед? маълумот доред? каму беш. чун гуфтем ки мавзӯи имрӯзаи мо ба солшуморӣ, ба тақвим, ба ҷашни Наврӯз бахшида мешавад. аллакай олимони гузаштаи мо то оне ки дар Аврупо кашф кунанд, низоми сайёраҳои офтобиро пешниҳод карда буданд. яъне кадом сайёра аз паси кадом сайёра аст. дар низоми офтобӣ чанд сайёра аст? 9 то сайёра. дар низоми офтобӣ 9 сайёра аст. шумо як дақиқа фикр кунед ва ҳамаи сайёраҳои низоми офтобиро бо тартиб, хоҳ аз аввал ба охир ва хоҳ аз охир ба аввал номбар кунед. як дақиқа вақт ба шумо, касе ёрдам намекунад. номи сайёраҳоро фикр кунед. хуб, ман ба шумо пароканда номи сайёраҳоро мегӯям. Миррих, Муштари, Замин, Зуҳра, Уторид, Зуҳал, Уран, Нептун, Плутон. вале шумо бояд ки тартибро муайян кунед ки хуб, ман тартибро ҳам аз аввал, яъне аз сайёраи наздиктарин ба дуртарин қабул карда мекунам ва ҳам агар шумо дуруст гӯед аз сайёраи дуртарин ба сайёраи наздиктарин ман метавонам ки варианти шуморо қабул кунам. ҳоло ним дақиқаи дигар вақт доред, фикр кунед 9 сайёра кадомҳо ҳастанд ва тартиби онҳо, тартиби ҷойбаҷошавии онҳо ва тартиби ҷойгирии онҳо кадом аст. агар шумо андаке ба фанни астрономия таваҷҷӯҳ дошта бошед, он қадар душвор нест. зуҳал вақт ба анҷом расид. тартиби ҷойгиршавии сайёраҳои низоми офтобиро аз аввал ба охир ва ё аз охир ба аввал. Нептун, Плутон, Миррих, Аторуд, Замин, Зуҳал, Зуҳра, Муштари. номи шумо чи аст? зуҳал яке аз сайёраҳои низоми офтобӣ аст. медонед зуҳал чӣ гуна шакл дорад? бале, шакли вай доира. خب همه سیاره قبل شکل دایره دارند ولی زحل با یک با همون حلقه بله زحل با حلقه‌اش فرق میکند. ترتیب جایگیری یک بار دیگر نپتون پلوتون مریخ عطارد زمین زحل زهره مشتری و عموما این ترتیبی که شما نمبر کردید اصلا که چون نمبر کردید ولی این ترتیب نیست، با این ترتیب جایگیر نشدند. ترتیب جایگیرشوی سیاره‌های نظام آفتابی چنین است از نزدیک به دور. نزدیکترین سیاره به آفتاب این عطارد یا عطارد است که حرارت خیلی بلندیگر می‌دارد. پس از آن سیاره زهره است. پس از آن سیاره زمین است. سیومین سیاره نظام آفتابی این زمین است. چهارمین سیاره نظام آفتابی سیاره سرخ میگن رو، این سیاره مریخ است. سیاره پنجم کلانترین سیاره سیستم آفتابی مشتری است. پس از آن سیاره حلقه‌دار زحل است. پس از آن اوران، نپتون و پلوتون دورترین سیاره است و حتی بعضی استرونوم‌ها میگویند که
شاید همین سیاره پلوتون حتی سیاره اونو سیاره حساب نکنن چون خیلی خرد است. بر صورت شما در سوال آخرین ما جواب نادرست پیشنهاد کردید، ولی ما شما رو به غالبیت تبریک میگوییم. سوال‌های جالبی دارید و می‌خواهید آنها رو به اشتراکچیان نمایشی بپیش پیشنهاد کنید، پس این امکانیت رو از دست ندهید. سوال خود را با جواب درست و نشان دادن منبع از آن گرفتید به نشانه شهر دوشنبه، کوچه شیراز 31، تلویزیون بهارستان روان نمایید. نفران فعال حتما قدردانی میشوند. تلفن برای تماس 221 95 24. و چون نمایش ما ایدانه است، یعنی در روزهای تجلیل جشن نوروز برگزار می‌گردد، ما شما را تبریک میگیم و این روخت رو به شما میسپاریم و باور داریم که انگلیسی خود را، دانستن انگلیسی خود را در یک از کورس‌های مرکزی قلم باز زیاد میکنید. واقعا هر 4 نفر شما خوب شرکت ورزیدید. ایوب جان سوالات دشوار بودن؟ اونقدر نه. اوما که از نمایش چی گرفتید؟ اون سوال هایی که نمیدونستم و خودم گرفتم. رو افتاده نشدم. این یک آزمون است. میتوانم که باز در دیگر آزمون ها نیز اشتراک کنم. من از باخت خود رو افتاده نیستم چون که این آزمون است. در اینجا باید یک از غالبیت به دست آورد و با توسط این آزمون شما من چی سوال هایی که نمیدونستم اون سوال ها رو از خود کردم و رو افتاده نشدم که غالبیت رو به دست نآوردم. ولی این باخت نیست، شما این رو باخت قبول نکنید. این تنها یک سنجشی مهارت و حاضر جوابی است. یک نوع زوال من از آن خرسندم که در این برنامه اشتراک نموده غالب این برنامه گشتم و از خودم باوری نداشتم که در این برنامه غالب می آیم و خرسندم که در این برنامه اشتراک نمودم و مینداری خود را به شبکه بهارستان و تلویزیون بهارستان میرسونم. میخواهید در نمایش ما شرکت ورزیده دانش و جهانبینی خود را سنجید، پس شتابید. نشان ایمو شهر دوشنبه، کوچه شیراز 31، تلویزیون بهارستان. نمایشی بپیش. تلفن برای تماس 221 95 24. ما به همه اشتراکچیان استودیو با اون نفرانی که شما را همراهی کردن به خود شما اشاره سپاس میکنیم که در نمایش ما شرکت ورزیدید، حضور داشتید. ما توانستیم که با واسطه شما به بینندگان چند سوال پیشنهاد کنیم و هر نفر هم جرئت نمیکند. من با جرأت هر نفر شما آفرین میگویم، بگذار همه وقت همین خیلی با جرأت باشید، چون نمایش ما نمایش مخصوص است. گفتیم نمایش ایدانه است. ما همه شما را در سیمای شما، همه پیوندان شما را و همه سکنان جمهوری را با نوروزی فرخنده بین المللی تبریک میگوییم. به همه شما سعادت روزگار تمنا داریم. باوری داریم که همیشه همین خیلی چهره خندان باشید و همیشه با جرأت باشید و توانید که خود را در همه جا معرفی کنید. شماره 90 آزمون تلویزیونی به پیش اینجا انجام می‌یابد و ما باور داریم که شما نیز با جرأت میشوید و همین گونه مثل اشتراکچیان نمایش امروزه ما در نمایش بعدی ما شرکت می‌ورزید. تا بازی.